خب سلام، امیدوارم خوب باشین. توی این ویدیو قرار کتاب معرفی کنیم، اما چه کتابی؟ توی این ویدیو قرار راجع به کتاب مجموع البحوث صحبت کنیم که نوشته خانم عطیه عطارزاده هست و در سال جاری یعنی 1403 برای اولین بار به چاپ رسیده و نشر چشمه اونو منتشر کرد. ما این کتاب رو توی یه گروه همخوانی خوندیم و توی یه جلسه راجع به صحبت کردیم و این ویدیو قرار خلاصه از حرفایی باشه که توی اون جلسه با دوستامون داشتیم. قبل از هر چیزی من به طوری که کتاب اسپویل نشه مختصری از این کتاب بگم. کتاب مجموع الوحوش راجع به یک پسرک جوانکیه که به عنوان نگهبان مجمع الوحوش یا به نوعی باغ وحش ناصری بوده، درسته؟ و حالا ماجراهایی که بعداً براش پیش میاد. این کتاب سومین کتابیه که عطیه عطارزاده چاپ کرده. کتاب‌های قبلیش راهنمای مردن با گیاهان دارویی بوده که خب خیلی معروف بود این کتاب. ما الان تو کتابخونه پیداش نکردیم نشونش بدیم که ممکنه خیلیاتون خونده باشین و راجع به یک دختر نابینایی بود که خانواده‌اش کارشون و شغلشون همین پخش گیاهان دارویی بوده. و اون یکی کتاب سومش من شماره 3 که چی بود اصلا؟ راجع به یه آدمی بود که توی تیمارستان داره اونجا بستریه، بعد به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود نمیتونه صحبت کنه و یه سری ماجراهایی با آدمایی که اونجا تو تیمارستان بودن پیش میاد و در واقع داستان زندگی و روایت اون آدم هست که با مشکلات روحی دست و پنجه نرم میکنن. اما بریم نظرات ما و دوستامون که توی اون جلسه بیان شده راجع به این کتاب رو بدونیم. قبل از اینکه بریم راجع به کتاب صحبت کنیم اول یه توضیح کوتاه راجع به گروه کتابخوانی که داریم بدیم. انجمن یا گروه کتابخوانی شبتاب یه 2 سالی هستش که راه اندازی شده و با عده‌ای از بچه‌ها هر ماه یه کتابی انتخاب می‌کنیم و راجبش میخونیم و آخر ماه با هم دیگه صحبت می‌کنیم در موردش. مجموع البحوث رو ما مهر ماه خوندیم با هم دیگه و بعد حالا بچه‌ها یه ذره اولش اینطوری بودن که خیلی کتاب سخت خوانیه، خیلی سخت میتونیم ببریمش جلو و تا چقدر رفت جلوتر گفتن نه داستانش چقدر جالبه که ما دوست داریم هی بخونیم. این اگه بخوایم مثلا مشخصات کلی کتاب رو بگیم، این که خانم عطارزاده تو این کتاب اومده یه شیوه نوعی رو استفاده کرده، همونطور که تو کتابای قبلیشون هم دیدیم همیشه یک نوآوری، یک تفاوتی ایجاد میکنن برامون و شاید به خاطر همینه که اولش ما این همه رفتیم مثلا سراغ راهنمای مردن با گیاهان دارویی و به خاطر همین میشون انقدر شناخته شدن تو ادبیات فارسی. تو این کتاب هم اومدن از یک نثر متفاوتی استفاده کردن. یه عده میگن که نزدیک نثر قجر هست، ولی اون چیزی که حالا ما خوندیم و به نظرمون اومد اینه که با نثر دوران قاجار کمی متفاوت هست، خب ولی نویسنده تلاش کرده و این همین تلاش کردنش، همین که متفاوت عمل کرده، به نظر من باعث جذابیت کتاب شده. یک چیزی که برای من خیلی جذاب بود تو این کتاب شروع کتابه. من همیشه برام مهمه حالا چه توی داستان نوشتن چه توی کتابی که داریم میخونیم اون شروع، اون جمله‌ای که بیان میشه مخاطب بیاره توی داستان، یعنی منو وادار کنه که بقیه‌اش رو بخونم، اون ذهن منو درگیر کنه و این کتاب این کارو کرده. جمله شروع کتاب اینه: چشمهاش را من ندوختم، نیازی نبود، چشمهای مادرش را من دوختم، بس که میترسید. خالخالور بود مادرش، به آشیان خودش بزرگ شده بود، به من اعتماد نمیکرد، خودم برایش تومه بستم. این شروع کتاب که تو با یک انگار جنایتی روبرویی راجع به دوختن چشم‌ها و حالا که جلوتر میره متوجه میشی که قضیه از چه قراره، به نظر من خیلی جذاب کرده کتاب رو و باعث شد من این کتاب رو پیش ببرم و دوست داشته باشم ادامهش رو بدونم چه اتفاقی داره میفته. خود این شروع خیلی مهم بود. این یه نکته. دومین نکته راجع به سخت‌خوانی و اینکه آقا زبان قجری داره. ما اومدیم قیاس کردیم با کتاب‌هایی که در گذشته حالا قبل از سال 1300 یا همون اوایل سال 1300 چاپ شدن که حالا میشه اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی، راجع به زبان کتاب‌هایی که اون موقع چاپ شدن صحبت کردیم که حتی اونها با اینکه زبان گذشته‌ای دارن باز با این متفاوته، یعنی تلاش شده که به زبان قجری نوشته بشه و به قول مهتاب این واقعا قابل ستایشه. اینکه تو بخوای یک روایتی رو خارج از زبان خودت، یعنی اون چی میگن؟ زبان روزمره که آره، زبان روزمره‌ای که ازش استفاده می‌کنی یک داستانی رو شکل بدیم. ما شاید خودمون بخوایم یک داستانی رو بنویسیم با همون زبان عادی که خودمون داریم می‌نویسیم خیلی برامون سخت باشه و علاوه بر این زبانه تو بری راجع به آدم‌هایی بنویسی که اصلا توی دوره‌شون زندگی نکردی، یعنی اصلا تجربه
مستقیم نداشتی و عملا تجربه تنها روی کتاب‌هاییه که میتونی، چون اون موقع دیگه فیلم و اینا نبوده تا بگی آقا من روی فیلم میتونم بفهمم که اینا چجوری زندگی کردن، چه جور آدمایی بودن. فیلمایی هم که ساخته شده بعد از اون دوره بوده، یعنی مستقیما مربوط به اون دوره نیست. تو بتونی آدم‌هایی رو پرورش بدی، زندگی‌هایی رو پرورش بدی که توی اون دوره شکل گرفته. اینم پوان مثبت کتابه. اینکه این کتاب رو میشه چه نقدهایی روش انجام داد. یه بحثی که وجود داشت توی گروهی که ما داشتیم این بود که نقد روانشناختی خیلی میشه روی این کتاب انجام داد. بابت اتفاقایی که ما برای اینکه اسپویل نکنیم نمیتونیم کامل و دقیق راجع به کتاب بگیم، اما بابت اتفاقاتی که واسه شخصیت کتاب میفته و کارهایی که شخصیت داره انجام میده روی این حیوانات مجمع الوحوش و حالا آسیبایی که به خانواده خودش و حتی به خودش و اطرافیان خودش میزنه، همش جنبه روانشناختی داره و برمیگرده به زندگیی که در خانواده‌اش داشته، زندگیی که در محیط اجتماعی داشته، که محیطی که درگیر طاعون و با اعتیاد قحطی و کشته شدن شاهشون و جابجایی حکومت هاست و توی اون دوره آسیب‌هایی که زننده بوده باعث شده شخصیت ما اینجوری شکل بگیره. برای خوندن این کتاب نیاز به گوگل دارین، برای اینکه یه سری چیزها رو ممکن اصلا نفهمین، اصطلاحاتی که به کار برده، کلماتی که به کار برده، نیاز باشه که شما گوگل کنین و متوجه منظور حرفش بشین. اینم از حالا برای اینکه ذره بیشتر راجع به کتاب صحبت کنیم، به نظرم اگر کتابو نخوندین از اینجا به بعد ویدیو رو نگاه نکنید. خطر اسپویل. آره خطر اسپویل. این مثلث‌های خطر اسپویل. خطر اسپویل که بتونید یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. ولی اگر کتاب بخوندین از اینجا به بعد همراه ما باشید. چیزایی که نتونستیم بگیم یکیش این بود که میدونید داستان راجع به اینه که این پسر باید توی یک خانواده‌ای بزرگ شده که پدرش شکارچی حیواناته و مادرش یک آدم فرهیخته یا میشه گفت ادبیه که خیلی اهل کتابه، که پدر این مادر هم به نوعی اعدام شده در دوره همون حکومت خودش به خاطر حالا کتاب خوندنش و همین که گفتن سرش باددار و اینها. و از خانواده فروپاشیده‌ای میاد شخصیت داستان که هیچ کدوم نتونستن زندگی خوبی رو فراهم کنن. این پسر که اسمش اسحاقه، اسمهای مذهبی مثل ابراهیم، اسحاق و اینها توی داستان خیلی می‌بینیم و حتی اسم حیوانات یعجوج و مأجوج گذاشته شده، میمون‌هایی که هستن. پیشینه مذهبی که مثلا خود اسحاق داره تو داستان اشاره میکنه به داستان حضرت ابراهیم و اینکه حالا پسرش رو میخواد قربانی کنه. این هم خیلی قضیه جالبیه. این در اصل میخواد بیاد حیوانایی که بعد از اینکه حالا ناصرالدین شاه رو ترور کردن یا کشتن و همه چی از هم پاشید و حالا احمد شاه میخواد بیاد روی کار، میاد حیوان‌ها رو نجات بده. تو دوره قحطی قرار داریم، بیماری‌های زیادی وجود داره، ملت حتی برای خودشون نون و آب ندارن، همدیگه رو هر بلای سر همدیگه میارن که حالا یه لقمه نون گیر بیارن بخورن و هیچکس جوابگوشون نیست. این شخصیت اسحاق هیچ چیز براش مهم نیست جز این که بیاد اون حیوان‌هایی که اکثرا هم درنده هستن مثل شیر و خرس و فیل و ببر و اینها رو زنده نگه داره و خیلی چیزها رو قربانی میکنه که فقط اونها رو نگه داره و به یک جایی میرسه که فقط براش مهمه که شیره رو زنده نگه داره، چون معتقده این شیره سلطانه و به نوعی همه باید فدای اون بشن و برای اون قربانی بده. همه چیز رو قربانی میکنه که این شیره رو، یعنی حتی خودش میگه آقا من شکمم چسبیده به کمرم ولی این شیره باید زنده بمونه. این براش مهمه. دیگه یه بازی تاریخی که کتاب داره روایت میکنه اون دورانیه که احمد شاه تازه میخواد بشینه روی تخت، سلطنتش رو شروع کنه. دوران مشروطه گذشته و کشور درگیر وبا و قحطی و طاعون و ایناست. تو اون دوران توضیح میده اسحاق به عنوان کسی که داره حالا تو اون مسیر رو طی کرده، راجع به توپ کشیدن صحبت میکنه، راجع به اعدام شدن ها و شکنجه هایی که دولت به شورشیان و اون افرادی که به مشروطه اعتقاد داشتن انجامیه. به تمام اینا توی کتاب بیان شده و حالا شخصیت به صورت مستقیم با اینا در ارتباط بوده. ولی اون چیزی که خیلی متفاوته و به چشم میاد همیشه اینه که شخصیت اسحاق آدمی نیستش که پذیرای تغییر باشه و همیشه چسبیده به اندیشه های قدیمی، اون چیزی که قدیم بهش دیکته کردن. یک برادری داره اسحاق که توی کتاب هی پیداش میشه، هی دوباره میره. اون آدمه از این مشروطه چی هاست، از ایناست که دنبال ترقیه، دنبال مثلا پیشرفت و مدرنیته است و خب در همین راه هم جونش رو فکر کنم از دست میده یا پیدا میکنه دیگه. توی کتاب به قضیه پسرکشی اشاره میشه. اگر دوست دارید مثلا به این چیزا علاقه دارید میتونه جذبتون کنه و یه سری صحنه‌های خیلی عجیبی داره که یعنی شاید خشونت آمیز باشه و حالتون ممکنه بد هم کنه و به نظر من این جزوی از چی میگم ویژگی‌های قلم نویسنده است. تو کتاب‌های قبلی هم ما اینو دیدیم.
که قتل، خونریزی و همه این توحشی که توی انسان ممکنه وجود داشته باشه رو ما میبینیم توی شخصیت‌های مختلف. چیزی که الان من داشتم نگاه کردم حرف هست با اسم یکی از اون حیوانایی که تو این باغ وحش وجود دارن شروع میشه و بنمایه اون فصل هم راجع به همون حیوانه، حالا اینکه چجوری به وجود اومدن، از کجا پیدا شده و در نهایت چجوری از بین میره. در واقع توی یه فصل ما میتونیم هم زایش این حیوان رو ببینیم، هم از بین رفتن و مرگش رو. ولی توی اون فصلی که میاد راجع به پسر خودش صحبت میکنه و در نهایت اون هم کشته میشه به دست پدرش، این فصل 5 و اسمش پسر هست، به جای اینکه مثلا اسم فرزند خودش رو به عنوان فصل بذاره فقط نوشته پسر، برای اینکه اون شخصیت فرزندش نقش آنچنانی نداره و نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مثلا با حیواناتش میتونه خیلی خوب ارتباط برقرار کنه، احساساتشون رو میفهمه، براشون گریه میکنه، ناراحتی میکنه، ولی هیچ درک و ترحم و ارتباط احساسی با فرزند خودش نداره. این آدم یک پسر خونده هم داره تو این داستان که با اون انگار بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنه تا با پسر خودش و در نهایت هم پسر خودش رو باز قربانی میکنه. راجع به بود روانشناختیش بگم، این که میگه مهتاب گفت توی کتاب‌های کلاً عطیه‌عطارزاده ما این رو می‌بینیم که آدم‌ها بود سیاه خودشون رو خیلی نشون میدن، یعنی نمایان میکنن. دلیلش چیه؟ شاید توی یک جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم این یک نظریه فرویده. فروید کتابی داره تحت عنوان کودک را میزنن که توی این کتاب گزیده از مقالات بالینی روانکاوی فرویده. یکی از قسمتاش که الان واقعا یادم نمیاد کدوم فصله، ولی یادمه که توی این کتاب خوندم یک نظریه‌ای داره فروید و یک حرفی میزنه، میگه که آدم‌ها یک عاملی، همه آدم‌ها یک بخش سیاهی دارن، همه ماها یک بخش سیاهی داریم، یعنی یک سری چیزها، همین که مثلا بعضی وقتا بروز میدیم و برمیگردیم میگیم که فلانی انقدر رفته رو مخم، دلم می‌خواد با دستام خفش کنم. این از اون بعد سیاه ما میاد، اون خشم خفه شده فروخورده‌ای که ما کنترلش می‌کنیم. فروید میگه این بعد انسان‌ها، این سیاهی درون آدم‌ها زمانی خودش رو بروز میده که توی سرحد فشار قرار میگیره و دیگه هیچ جوره‌ای نمیتونه خودش رو سرکوب و خفه کنه، خودش رو نگه داره که بگه من دیگه من به این کار دست نمیزنم، نباید این کار رو بکنم، بلکه دیگه ذهن یا ناخودآگاهش فرمان میده که بس هرچی تحمل کردی، الان وقتش که برون ریزی کنی. توی کتاب‌های عطیه‌عطارزاده، چه توی راهنمای مردن با گیاهان دارویی، اگر نخوندینش اسپویله، اگر خوندینش میتونید ویدیو رو نگاه کنید این تیکش. یک دختر نابینایی داریم که خب تحت فشار روانی خیلی زیادی توی خانواده‌شه و محدودیت‌های به شدت زیادی به این دختر اعمال شده و این دختر هیچ درکی از دنیای خارجی نداره، چون هم نابیناست نمیتونه ببینه و علاوه بر اون مادر اجازه نمیده که این درکی پیدا کنه از محیط خارجیش و همیشه محدود میشه و تمام امیال، افکار و همه چیز سرکوب میشه و حتی حق نداره راجع به چیزهایی که براش پرسش انگیز میشه یا سوال برانگیز میشه حرفی بزنه، چون مادرش بهش آسیب میزنه و این تلاشش رو میکنه تا با همون گیاهای دارویی که حالا مادرش شغلشه و آنها رو به فروش میرسونه یک جوری مادر خودش رو از بین ببره که بتونه فرار کنه و همیشه مادره بهش میگه تو هیچ وقت بینا نمیشی، تو هیچ وقت چشات خوب نمیشه، تو نمیتونی ببینی، ولی این خودش به این درک میرسه که اگر مادر میخواست این بارها میتونست توی این مدت زمانی که داره زندگی میکنه بینا بشه. چرا این اتفاق افتاد که این تصمیم گرفت این بلا رو مثلا سر مادرش بیاره و کم کم مادر رو از بین ببره؟ چون دیگه میگم به اینجاش رسیده بود دیگه، طرف نمیتونه تحمل کنه. تو فکر کن از بچگی که دنیا اومدی همیشه توی یک محیط بسته محدود موندی، چشمات هم نمیبینه و حتی نمیذارن تو سوالی بپرسی، نمیذارن تو بفهمی محیط پیرامونت داره چه اتفاقی میفته و حتی نمیتونی با آدمایی که همسن و سال خودتن ارتباط بگیری. پس به یک جایی میرسه که دیگه نمیتونه تحمل کنه یا آسیب‌ها انقدر روی هم تلمبار میشن که دیگه اصلا بعد سیاه غالب میشه به بعد سفید ما اونجایی که ما آدم خوبه هستیم و ورق برمیگرده و این اتفاقا میفته. شخصیت اسحاق هم توی کتاب مجموعه الوحوش همین اتفاق براش میفته. فشار روانی که از طرف خانواده تحمل کرده، اون چیزایی که از طرف پدر تحمل کرده و فشاری که توی جامعه وجود داره به لحاظ حالا قحطی و جنگ و چه می‌دونم از بین رفتن شاه و اعتیادی که داره به تریاک و حتی حیواناش هم معتاد میکنه به تریاک و بیماری هایی که وجود داره، انقدر این فشار میاد روی فشار که تو حاضری هر کاری بکنی، حتی اگر و خودت قبول نداری تو داری بد میشی، تازه فکر میکنی که تو داری با این کار خودتو بهترم نشون میدی، یعنی تو همچنان برای خودت خوبی و این کارو میکنی که خوب بمونی، در صورتی که داری به دیگران آسیب میزنی که فقط خودت رو حفظ کنی. اینم گفتم بگم که توی کتاب‌های دیگه‌ش هم هست و کتاب‌های دیگه‌ای هم میتونید بخونید با این زمینه‌ها مثل شکار کپ که
آقای زنگابادی، آقای زنگابادی اسمشه، رضا زنگابادی، که اون هم یک شخصیتی داره که همین بلاها سرش میاد، انقدر فشار روانی روش زیاد میشه که دست به قتل‌های متعدد میزنه. یک آسیبه که باعث میشه آسیب بیاد از سیاهی‌های ما رو بیرون بریزه. تو فرهنگ ایرانی تو دوران حالا پادشاهی اینا همیشه ما یه علامت شیر و خورشید داریم که در واقع نماد پادشاهی ایران. تو این کتابم خانم عطارزاده از این نماد خیلی استفاده کرده و به عنوان مثلا اصلی ترین عضو این باغ وحش هم ازش استفاده کرده به عنوان شیر. و شاید به خاطر همینم هست که این همه اسحاق بهش اهمیت میده و اسمش گذاشته سلطان و در واقع این سلطان شیره نماد اون حاکمیت و اون پادشاهیه که بهش مثلا احترام و ارائه خاصی داره. اما با این حال این سلطانی که دست اسحاق هست و این سلطانی که اسحاق داره توی زندگیش معتاد تریاک و افیون شده و این چنین باعث میشه که داستان و کلا ماجراها تغییر پیدا کنه. حتی آخر کتاب هم ما منتظریم که یه اتفاق بدی بیفته تقریبا، ولی این اتفاق نمیافته و با کمال تعجب اسحاق در نهایت خیلی زنده از اون مصائب میاد بیرون. یه چیزی که وجود داره شکست ها و سرکوب هایی که اسحاق در طول زندگیش تجربه کرده و یکی از این شکست ها توی زندگی عاطفیش وجود داره و جالب اینجاست که اسحاق نمیتونه با دنیای آدم ها ارتباط برقرار کنه و متعلق به دنیای انسان ها نیست، بلکه متعلق به دنیای حیوانات و با اونها میتونه ارتباط برقرار کنه. موقعی که میخواسته نطفه فرزندش شکل بگیره و اون آخرین و اولین نزدیکی که با همسرش داشته، اینجا اینطوری بوده که خب حالا تو اون باغ وحش پیش طاووسشون بوده و حالا این اتفاق پیش میاد و همین تموم میشه و این ارتباطه براش انگار تعریف نشده است، مثل یک وظیفه انجام میده و تموم میشه میره پی کارش. این که اسحاق نمیتونه با آدما ارتباط برقرار کنه شاید یکیش به این بستگی داره که محدود شده به جهان ذهن خودش و نمیتونه پاشو فراتر بذاره و وارد دنیای انسانا بشه، همگام باشه با مسیری که تو اجتماع داره پیش میره. همه تو این کتاب، همه شخصیت ها، همه افرادی که تو زندگی اسحاق وجود دارن بهش میگن که تو هیچی نمیفهمی، اصلا تو این جهان نیستی، اصلا حالیت نیست داری چی کار میکنی. ولی اون همیشه میگه که نه اتفاقا من میفهمم دارم چی میگم. تو همین دوران قحطی و شرایط بد اقتصادی که هست یه روز سر میزنه به همسرش جدا زندگی می‌کرده و حالا پیر شده از پا افتاده است و هیچکس دور و برش نیست و اونجا همسرش بهش میگه که آره تو همیشه به من تو راست میگفتی، حق با تو بود، من بعد میومدم با تو زندگی میکردم و میچسبیدم به زندگی خودم و احساس میکنم اون تنها نقطه‌ایه که مثلا اسحاق با خودش واقعا آفرین گفت. میدونی اینجا بود که آره ببین همیشه حق با من بود، هیچکس حرف منو گوش نمیداد ولی بالاخره این به نتیجه رسیدی. آره ثابت شد. به نظر من توی اون جلسه گفتم اسحاق اون سلطانه بود، اون کسی بود که بابت بودن خودش هر چیزی رو حاضر بود قربانی کنه و به بهونه این که میخواد حیوونا رو زنده نگه داره، در اصل میخواست انگار که اونها امید به زندگیش بودن و چنگ مینداخت به اونها که با بودن اونها خودش رو زنده نگه داره و از اون شرایط به راحتی که نه سختی‌های زیادی کشید ولی نسبت به آدم‌های دیگه که حالا به جون هم افتاده بودن تو اون شرایط تونست خودش رو بیرون بکشه. همین اینم راجع به کتاب مجمع الوحوش. اگر دوست دارین این سبک ویدیوها رو حتما لایک کنید، کامنت بذارین و اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتین بهمون بگین که ما هم کتاب‌های بعدی که حالا میخونیم توی کتابخانیمون براتون اینجوری تحلیلش رو بذاریم و راجع بهش صحبت کنیم و اگر دوست داشتین توی همخوانی هامون باشین میتونین توی کامنت ها با ما در ارتباط باشین. در نهایت این که این کتاب خوندین نظرتون رو راجع بهش برامون بنویسین که شبکه‌های اجتماعی مختلف هم ما حضور داریم، اونجا هم میتونین با همون در ارتباط باشین. دیگه هم آیدیامون رو توی کپشن میذاریم. خب دیگه ویدیوز هم همین. امیدوارم لذت برده باشین. خدا نگهدار. خدافظ.